رنا جان، تو میدونی اینا چرا دعوا میکردن؟ من و روحان داشتیم با هم عروسی میکردیم، بعد آزاد اومد دعواش. تو که گفتی داشتیم غذا میخوردیم. غذای عروسی بود دیگه. آزاد تو واسه چی مزاحمشون شدی؟ منم میخواستم عروسی کنم، گفتم که آزاد. اول من بهش گفتم. اول روحان گفت، تو نگفتی. خب الان داره میگه. نظر تو چیه؟ من مشکلی ندارم. اگه به روحان قول ندادی؟ نه دیگه نمیشه، باید یه نفر باشه. نمیشه یه روز در میون، یه روز آزاد، یه روز روحان. چه خبر؟ البته یه شرطی دارم آزاد. چه شرطم میذاره؟ نه خیر نمیشه.